سلام، به جلسه دوم چالش شکم پهلو خوش اومدید. امیدوارم چالش قبلی رو انجام داده باشید. نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید تا طراحی تمرین بهتری بتونم براتون انجام بدم. فقط وسایل مورد نیاز امروز فقط یک کش مینی لوپه و اگه حالا صندلی و نیمکت دارید برای افراد مبتدی و آسیب دیده یا حتی دیوار، بستگی به توانتون داره، کنار دیوار باشید، صندلی یا نیمکت داشته باشید، یک کش مینی لوپ هم داشته باشید. همین کافیه. نیاز به وارماپ نداره. همین حرکت اول، دو تا حرکت اول قشنگ حالت وارماپ داره. البته اگه دیدین دوست دارید میتونید یه 5 دقیقه وارماپ انجام بدید. برای حرکت اول، قسمت اول 2 تا حرکت داره، 3 راند انجامش میدیم. حرکت اول، کش مینی لوپو میندازین توی پاتون طوری که کشسانی رو ایجاد کنید. خب کف پاتون نه خیلی به پاشنه نزدیک باشه نه خیلی به پنجه، قشنگ کف پاتون، وسط پاتون قرار بدید. پا رو جمع میکنید تو شکم، برمیگردید تا جایی که کش اجازه میده و توانش رو دارید میارید تو شکم. خب این حرکت بچهای مبتدی هم بعضی ممکن انجام بدن، بچهای پیشرفته است. اگر دیدید ایستاده مبتدی یا نمیتونید یا زانوتون اذیت میشه، نشسته‌شو انجام بدید. هر پا رو انجام میدید، شکم یکم منقبض میکنید، پا رو جمع میکنید تو شکم، نفس بیرون. هر پا رو انجام میدیم، بعد با شمارش من برید جلو دیگه. اگر که نرسیدین، تعداد شمارشتون تکمیل نشد، با من برید جلو، مشکلی نیستش. حرکت دوم ریورس لانجه. برای بچهای مبتدی اول توضیح بدم. پا رو اندازه عرض لگن باز میکنید، یک پا مستقیم میبرید عقب، خب رو سینه و پنجه یه ذره باز میکنید، یه مقدار رو باسن میشینید، ببینید زانو نمیاد جلو. رو باسن میشین، پای عقب تقریبا صافه، بدنتون هم صاف، رو به جلو خم نمیشه. بعد با فشار پای جلو به زمین برمیگردید، پا رو میذارید کنار اون پا و پای بعدی. خب این برای بچهای مبتدی آسیب دیده است. برای بچهای پیشرفته یا نیمه پیشرفته بستگی به توانتون، میتونید ست اول بدون پرش برید، میتونید با پرش. ریورس لانج میرین، ببینید بدنتون صافه، 2 تا پا نبرد و پا رو به عقب میبرید، این میشه ریورس لانج. میاین بالا، نفس بیرون. یا جامپ لانج. خب پس این 2 تا حرکت رو با هم میریم. تعدادش هم خب جامپ لانج 20 است، ریورس لانج یا جامپ لانج زبونم نچرخید. بعد اولی هم که هر پا 15 تا. بریم برای حرکت اول. کش رو میندازید، مقاومت کش هم بسته به توانتون انتخاب کنید. کش کف پا، بریم. 1 2 برکل، 3 بدن کج نشه، 4 5 6 آفرین، 7 8 9 10 11 با کنترل محکم نمیکوبونید پا رو، 12 13 آفرین، 14 15 عوض کنید پا رو. 1 برکلا، 2 دست اگه میتونید حرکت بدید تعادلتون به هم نخوره، 4 5 6 7 8 برکلا، 9 10 11 12 13 14 15 خوبه. بذار کنار، برو ریورس لانج. با مبتدی ها اول میرم. بچه اینجا برق نیست، به شدت گرمه و نمیدونم من تا الان چجوری دوام آوردم. بریم. 1 2 3 برکل، 4 5 6 7 میایم بالا، بازدم، 8 برکلا، 9 10 11 12 4 سرتون باید درگیر باشه، 14 15 هرچی بیشتر برید پایین بیشتر.
منتها زانو نباید اذیت شه. 16 17 18 برکرد 19 آفرین 20. خوبه. آب میخوایم بخوریم یه استراحت کوتاه، بعد دوباره همین حرکات تکرار میشه. ست بعدی با بچهای مبتدی میرم، نیمه پیشرفته میرم، ست آخر رو پیشرفته. چند تا نفس عمیق بکش. کشتون رو میتونید راند به راند سنگین تر کنید اگر دارید. بریم الان با بچهای مبتدی آسیب دیده میرم. بریم. 1 2 3 برکرد 4 قوز نکن صاف بشید 5 6 نفس حبس نشه 7 8 برکلا 9 10 11 12 آفرین 13 14 15 عوض کن پا رو 1 2 نفس محکم بده بیرون 3 4 5 پا سعی کن سمت خودت باشه 6 7 8 برکلا 9 10 11 12 13 برکلا 14 15 آفرین. بریم برای ریورس لانج. پا اندازه عرض لگن، 2 تا پا توی خط موازی حرکت میکنه، میره عقب و برمیگرده. 1 2 برکلا 3 4 بریم بالاتر نمیره جلو، عقبم نمیره 5 6 7 برکلا 8 9 10 تا هر جا میتونی برو پایین 11 12 13 آفرین. پای جلو رو فشار بده به زمین، بلند شو 15 پای عقب فقط سینه و پنجه رو زمینه 17 18 19 20 آفرین. یه استراحت کوتاه وسط آخر. چون هوا خیلی گرمه با همین 2 تا حرکت به خوبی گرم میشید. حالا اگر که دیدید خودتون دوست دارید گرم کنید، یه مقدار قبلش گرم کنید و مفاصلتون رو گرم کنید. خب بریم که برای ست سوم ببخشید. کش کف پا حالت کشسانی رو داشته باشه و شل نشه کش. بریم شکم منقبض، پا میاد بالا 1 2 برکلا 3 4 ماشاءالله 5 6 7 8 9 برکلا نفس حبس نشه 10 11 12 بدن کج نشه 13 14 15 عوض کن پا رو ماشاءالله 1 2 3 برکلا 4 5 6 7 رها باش 8 9 10 منقبض نکن خودتو 11 برکلا 12 13 14 15 آفرین. بریم برای ریورس لانج یا جامپ لانج. من جامپ لانج میرم، با اونایی که جامپ نمیرن با من تموم کنن. هر موقع من تموم کردم با من بریم. 1 2 3 4 5 6 7 برکلا 9 19 20 برکلا. خیلی خوبه. آب بخورید. میریم برای راند قسمت دوم، پارت 2 که پارت آخرم هست. آب بخورید تا من توضیح بدم. قسمت اول، حرکت اول یعنی پوشاپه
که مبتدی آسیب دیده روی دیوار میتونم برم، باز بسته به توانتون میارید پایین. ببینید پا رو سینه پنجه انگشت کامل باز تو راستای شونه، دست رو فقط به بیرون نده، شکم منقبض، با دستم جدا نمیشه از دیوار، دست صاف میشه، نفس بیرون. اگه پیشرفته تری دستتو بذار رو نیمکت، لب نیمکت و حرکت رو انجام بده. باز اگه این حرکت برات راحت، ارتفاعشو کم کن. اگه در هر صورت برات راحت بود، زانوتو بذار زمین. ببین حالت 4 دست و پا نیست، اما باسن رو به پایین یه خط مورب کشیده میشه. شونه و مچ دست تو همه حرکاتش تو یه راست هست. کل بدن نزدیک زمین میکنی، برمیگردی. اگر نه تا هر جا تونستی میری پایین، اینقدر تونستی فقط کل بدن رو ببر، گود نکن کمر رو. اگرم که نه پیش رفتی میتونی کامل بری. فقط نکته‌ای که تو همش مهمه، آرنج رو به بیرون نباشه، زاویه داشته باشه نسبت به بدن. میخوام زاویه 45 داشته باشه، به بدن به چسب ایراد نداره ها، عضله دیگه بیشتر درگیر میشه، بخاطر همین میخوام زاویه دار باشه. حرکت دوم نی تو چسته. بچه های مبتدی میتونید دستتون رو بذارید زمین، حتی تکیه شونه هاتون هم تکیه بدید به دیوار، پا رو جمع کنید، باز کنید. خب اگه براتون سخته یه پا رو برید برگردید دوباره پای بعد. خب بعد بچه های پیش رفتن کامل پا صاف، یعنی شونه هاتون به زمین نمیچسبه، پاهاتون هم زمین نمیذارید. خب این حرکت بعدی کرانچه، که کرانچه نیمه است، پالس میزنید. میتونید بچه‌های آسیب دیده و مبتدی زانوتون و پاتون رو بذارید روی صندلی یا نیمکت. بچه‌های پیشرفته پا رو نمیخواد بذارید، دست و زبدری میایم بالا، با شکم فشار میدیم به زمین، میایم بالا. سرم خیلی صاف نگه نداری، یک مقدار خم به سمت سینه. خب اینم حرکت بعدیه. حرکت بعدیش پلانک پهلوه که دستتون 90 درجه. بچه‌های مبتدی جفت زانو رونتون با بدن تو یک راستاست و جفت زانو روی هم. بلند میشید، ساق پا و زانوتون روی زمینه، دست میاد باسن میارید پایین و دوباره برمیگردونید بالا. اگر براتون راحت بود یک پا رو صاف کنید و همین کار رو تکرار کنید. اگر هم که نه، حالت بچه‌های پیشرفته رو برید. خب دست خیلی پایین نباشه چون به شونه آسیب میزنه، خیلی هم بالا نباشه یا جلو و عقب. آرنجتون باید تو راستای بدن باشه. هر دو طرف رو که انجام دادیم بعد میریم حرکت برپی. میخواین حرکات رو انجام بدید. این دو تا حرکت آخرم که خب راحته، براتون توضیح میدم دوباره تو همون راندی، استراحت بشید دوباره توضیح میدم. خب میریم حرکت اول پوشاپه. 12 تا پوشاپ میریم با من دیگه. من هر موقع 12 تا تموم شه شما هم تموم میشه. میرم اول با مبتدی‌ها، رو دیوارم میتونید بریم. آماده؟ بریم. 1 2 3 4 دست صاف میشه، نفس بیرون. 5 بارکلا. 6 7 8 9 10 11 12. آفرین. حرکت بعدی نی تو چست. با بچه‌های مبتدی میرم. این بودا. خب با بچه‌های مبتدی دستتون به زمین برید. 1 اگه اذیت نمیشین پا رو نذارید زمین، اما اگه اذیت میشید پا رو بذارید زمین. 3 4 بارکل. 5 6 7 8 بارکل. 9 آفرین. 10 11 بارکل. 12
13 14 15 16 آفرین 17 18 19 ماشاءالله 20 خوبه. بریم کرانچ نیمه که حالت پالسه. با مبتدی ها میرم. پا میذارید روی نیمکت. خب زانو کامل ساق پا رو نیمکت، دست زبدر. بریم 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 نفس حبس نشه. 16 17 18 19 20 ماشاءالله. خب حرکت بعدی پلانک پهلواست. 2 سمت و هر طرف 15 تاست. بریم. 1 میتونی دستت به کمر باشه، میتونی نباشه. 3 4 5 6 7 ماشاءالله. 8 9 10 11 12 13 14 15 ماشاءالله. برو سمت دیگه. برو ماشاءالله. 1 2 3 4 بارکلا. 5 6 7 8 9 بارکلا. 10 11 12 13 14 15 ماشاءالله. حرکت بعدی برپیه که بچه‌های مبتدی آسیب دیده بدون پرش نزدیک نیمکت وای میسین، دستو میذارید، پا میره عقب، بدن توی راستا، باسن عقب نمیبرید، مچ و شونه توی راستا باشه. پا میاد جلو، دستو برمیدارید، بلند میشید میرید رو پنجه. بعد دوباره تکرار میکنید. میتونید اگر آسیب کمر و زانو ندارید و حرکت براتون سخته روی نیمکت برید ولی با پرش. خب همینو روی زمین بچه های پیشرفته بدنشون میارن کامل میچسبونن به زمین، قسمت هم بهش اضافه میشه. آماده؟ من میرم با بچه های مبتدی. بریم. 1 بارکلا. 2 تو طول حرکت شکمت منقبض باشه. 3 نفس حبس نشه، باسن عقب نره. 4 بارکلا. 5 6 7 8 9 10 ماشاءالله. حرکت بعدی زانو بلنده. اگه آسیب دیده ایو ایستاده نمیتونی انجام بدی، نشسته پا رو جمع میکنی تو شکم و شکم رو منقبض نگه میداری. باریکلا. اگر میبینی میتونی بدون پرش میری و پا رو جمع میکنی تو شکم. فقط دست و پای مخالفو نمیخوام نزدیک هم کنی یا پا مستقیم میاد، دست مخالفش هم مستقیم میاد بالا. بچه های پیشرفته هم که با پرش میرن. آماده؟ بریم. 1 2 بارکلا. 3 4 5 6 7 آفرین. 8 9 10 11 12 13 14 بارکلا. 15 16 17 18 19 20. اونایی که با پرش میرن قطعا 30 تا رو تونستن برن. من یادم رفت بگم ولی چون با ما رفتن قطعا 30 تا رو رفتن. پرشی ها باید 30 تا برن. خب یه ذره آب بخورین. دوباره راند یعنی ست بعدی. نفس بگیر. پس دیگه حرکات رو یاد گرفتیم. برای ست
بعدی 3 راند اینو میریم و بعد یه ذره سرد میکنیم و تمومش میکنیم. هنوز برق نیومده اینجا و خیلی گرمه. ماشاءالله خیلی خوب بودین. همین که تا اینجا اومدین عالی بود. برام لطفاً حتما نظرتون رو بنویسید. من بدونم که چه محتوایی براتون تولید کنم، چه نوع تمریناتی شما بیشتر دوست دارید و من براتون تولید کنم. خب بریم برای حرکت اول که پوشاپ بود. با نیمه پیشرفته و پیشرفته ها میرم. زانو رو زمین، باسن عقب نیست. بریم. 1 2 برکل 3 آرنج به بیرون نره 4 5 6 دست صاف میشه نفس بیرون 7 8 شکم منقبض 9 10 11 ماشاءالله 12 آفرین. به نی تو چست با پیشرفته ها میرم اینه ها. خب اگه کمرتون اذیت میشه حتما تکیه بدید به دیوار. بریم. 1 2 برکل 3 4 5 6 7 8 برکل 9 10 11 12 ماشاءالله 13 نفست حبس نشه 14 15 16 17 18 19 20 حرکت بعدی کرانچه. کرانچ پاها 90 با پیشرفته ها میرم. بریم. 1 2 3 4 ماشاءالله خوبه. خب بریم پلانک پهلو بازم با پیشرفته ها. خب آماده. بدن توی راسته ها برو. 1 2 3 4 5 ماشاءالله 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بارکالله. عوض کن. با ضربم نیا پایین، با کنترل بیا پایین. سمت دیگه برو. ماشاءالله. 1 2 3 4 5 نفس حبس نشه 6 7 8 9 بارکالله 10 11 12 13 14 15 آفرین. حرکت بعدی برپی با پیشرفته ها میرم. بچه های مبتدی هم هر موقع من تمام کردم با من تمام کنن، هیچ مشکل نیست. 10 تا برپی. بریم. 1 2 بارکالله 3 4 5 6 7 8 ماشاءالله 9 10 آفرین. یه ذره نفس بگیر بعد های نی بریم یا همون زانو بلند. الان آب نمیخوری یا بعد این حرکت یه استراحت میدم آب میخوری. ماشاءالله
برو. 2 3 4 6 7 8 9 10 ماشاءالله. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 29 30 ماشاءالله. یه ذره اول ضربانت اومد پایین، بعد آب بخور. خب بذار صبر کن. عالی بودی ماشاءالله. خیلی خوب بودی. تو بی‌نظیری. همین که تا اینجا اومدی قدم برای خودت برداشتی، به فکر سلامتی بهت آفرین میگم. خیلی کار بزرگی کردی. ادامه بده، من پشتتم. نفس بگیریم، بریم برای راند آخر. بچه چون هنوز برق نیامده، من 3 راند انجام میدم، وگرنه یه راند دیگه هم باید انجام میدادیم. خب بریم برای پوشاپ. پس مبتدی دیگه نیاز به توضیح نداره. آرنجا رو به بیرون نمیره به هیچ عنوان، دستا نمیچرخه، دست صاف، انگشت کامل باز. و آرنج ببینید انگار یه چیزی رو میخوای هول بدی، یه همچین حالتی. چه تو هر حالتی هستی این پوزیشن رو باید حفظ کنی. شکمت هم کامل منقبض، وقتی دست صاف میشه نفس بیرون. بریم برای پوشاپ. مچ دست و شونه هم توی راستا. بریم. 1 2 3 4 5 6 بارکلا 7 8 9 10 11 12 ماشاءالله. بریم برای نی تو چست. خب بریم. 1 2 3 4 5 6 7 نفس با حبس نکن. 8 9 با کمک عضلات شکمت بیا. 11 12 13 بارکلا 14 15 16 17 18 19 20 عالی. کرانچ. شکم رو فشار میدین سمت زمین، ناف سمت زمین، پا 90 درجه. بریم. 1 2 ماشاءالله. تمام. 20 تا تمام شد. بریم پلنک پهلو. عالی. بارکلا. دست 90. آرنج تو راستای بدن، کامل صاف. بریم. 1 2 3 4 5 6. اگه اذیت میشی باسن و حرکت بدی ثابت وایسا. 7 8 9 ماشاءالله. 10 11 12 13 14 15 ماشاءالله. برو سمت دیگه. برو ماشاءالله. برو بالا. شروع. 1 2 3 4 5 6 آفرین. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 عالی. ماشاءالله. حرکت بعدی برپیه. با من میرید دیگه.
یعنی هر موقع من تمام کردم شما تایمتون این باشه. 10 تاست، ولی اگه 10 تا نتونستید برید دیگه با من برید. آماده؟ بریم بر برپی. 1 2 3 4 5 برکل 6 7 8 9 یکی دیگه 10. آفرین. یه ذره نفس بگیر، بعد های زانو بلندی. هر جا خسته شدی بدون پرش میتونی بری. آماده؟ برو. برکلا. شکمون قبض. برکلا. خوبه. نفس بگیر. دست بالا دم، بیا پایین بازدم، دوباره ماشاءالله. بزن قدش. بهت افتخار میکنم. قرقر نگاه. منم مثل تو ضربانم میره بالا، خسته میشم ولی ادامه میدیم. اول از همه بر سلامتی خودمون. خب بچه ها، اگر که نفس من زودتر برمیگرده حالت عادی، بخاطر اینکه مدت هاست دارم ورزش میکنم، هر چه سابقه ورزشتون بالاتر باشه سریعتر برمیگردیم به حالت اولیه، هر چی پایین تر باشه خب دیرتر برمیگردید. حالا دست رو بکشید بالا، نگه دارید نفس حبس نشه. باریکلا. خوبه. به پشت دست قلاب کنید، ببرید بالا و عقب تا جایی که میتونید. اگه شونه هاتون درد داره تا جایی که درد نداره، حتی اگه نتونستید قلاب کنید دستتون رو، هیچ اشکالی نداره. نفستون فقط حبس نشه. خوبه. پا رو باز کنید، برید پهلو. باریکلا. عوض کنید، پهلوتون کامل تحت کشش باشه. باریکلا. خوبه. بریم پاها باز، روی یه پا میشینید، باسن رو میدید عقب، داخل پاتون کشش داره، تا هر جا میتونید بشینید، فقط زانو رو به جلو نیاد. عوض کنید. باریکلا. زانو رو صاف کنید، برید پایین تا جایی که میتونید بدون اینکه زانو خم شه. دست رو برید عقب. خوبه. دست اگه میتونید رو زمین بذارید و آهسته پا رو جمع کنید، اگر نمیتونید تا جایی که میتونید پایین ببرید. و اینجا تو این قسمت تنها قسمتیه که میگم میتونید پشت رو گرد کنید، دست رها، نگه دارید زانو خم نشه، تا جایی که میتونید برید پایین و نگه دارید، نفس حبس نشه. باریکلا. دم و بازدم و مهره به مهره از پایین، مهره به مهره بیایم بالا، صاف کنید.
خیلی آهسته و با کنترل. آخرین جایی که صاف میشه شونه و بعد سر. میتونید یه ذره راه برید، ادامه بدید یا یک کم حرکات کششی بیشتر کنید. ولی من باید خداحافظی کنم ازتون. خیلی خوب بود برای من این تمرین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تمرین رو انجام بدید. نظراتتون رو یادتون نره برام کامنت کنید. مرسی. خداحافظ تا جلسه بعد.